قرقیزستان اینجا روس میبره محکم میکنه، قرقیز روس میبره محکم میکنه. تاجیک قدر نداره، تاجیک روشن و جمشوده، تاجیک به صاحبه. شما را خدا هدایت کنه که حس ملی را، حس وطن دوستی را در دلتون جا کنه. خای بیا کو گپ زنیم. چی میخوای برادر؟ اینا من قطعی اکه محمد اقبال نه، اینا من شهروند، من مهاجر. گپ زن. مهاجر ها؟ آه ایدز که پیشوات گرفته است رفت است. وای دورد جنایت دورد که اگه مدام بگناه میشه در دنیا به جنایت. هیچ که بگناه نیست، الله پاک بگناه. برای چی جنایت؟ چی جنایت کردن که ما را میبره محکم میکنه 307؟ چی جنایت؟ من چی جنایت کردم در اینجا برآمده فکری خدمت گپ زدم. من چیزی که حق در همین جا میبینم، در همین مردم، در همین جا حقیقت میبینم. چه من در اینجا جنایت کرده استم؟ من جنایتم در اینجا. برای چی همین برنامه فقط در وی مهاجرها یگان طایفه دیگه، نه صاحبکار نه آموزگار نه؟ برای که مهاجر صاحب نداره، برای که مهاجر صاحب نداره، به صاحب مهاجر گپ میزنه. مهاجر علم کدگه، مهاجر درد داره، فهمیده استی؟ مهاجر گپ میزنه. قرقیزستان نیست. قرقیزستان اینجا روس میبره محکم میکنه، قرقیز روس میبره محکم میکنه. تاجیک قدر نداره، تاجیک روشن و جمشوده، تاجیک به صاحبه. والله قسم همت اکثریت کوره، اکثریت مرغ با خدا قسم ده همیجا ده همی مسکو قطعیتش گپ زدیم. دشنام گوک شد، غضبناک شدم، دشنام کردم مادر چیشه. با خدا قسم بسرم کیلر خریب روی کدکه محمد اقبال زنا و خواهر و دختران شما در همیجا تجاوز کردیستم. در دوشنبه برده هر کار کردیستم، به ناموسشون کردیستم. بله ترمشون کردیستم، زندانشون کردیستم. کنی اویله اکه ایزد امون برای چی محکم کرده؟ این گپ زکو ایزد امون برای چی محکم کردی؟ گپ زد. ایزد امون برای جنایت داشتگمه. چی جنایت کرده؟ چی جنایت کرده؟ بیا ما سومیم جنایت امون میتون. چی جنایت کرده؟ جنایت چه بگو؟ چیزی میگی نمیگیم. با اون منبر قدرت که هم رمضان خیلی زور میزنه. با اون منبر با کشتن قطعی میبروی. ما با کشتن قطعی اگه اونجا نمیبرویم. با سلاح دولت ازبکستان اکه محمد اقبال که عصبی نشه کردن با автомат روسی قطعی در اومدن مردم کشتن قطعی هر کس میتونه اگون کار کرده. با ولی اگون سلاح از اگون کس نخواستیم که مردمون بکشیم، از عملیات قطعی بمب بارون کنیم کدوم منطقه و دولت مونه تو اینکه دولت بگیریم. ما میخوایم که یا پدنالت به ایمان خود دزده ولد زینای 7 دختره چند هزار دومده قدرت بروه تا اینکه ملت آزاد باشه. کدام آبادی یا تشبگو یا آدم جنایتکار چند قه حمایت میکنی آخی؟ اینه ما جنایتکار باشم 7 دختر چند هزار دوماد داشته باشم، تمام تاجیکستان را گرفته باشم، وطن را فروخته باشم، یا آدم اینمی فروخ بخیزه ایمن حمایت کنه. چی من حمایت کنه باید؟ بگم محمد اقبال 7 دختر چند هزار دوماد داره، بسیار هم شکم کلان دارد، انا تاجیکستان را با خیتای فروخ. همه میگن تو پدنالا دیونه ای که محمد اقبال تعریف کردیسته. درسته فاروق یا نه؟ بله جنایت کنی تو مرا تعریف کنی، نمیتونه تعریف کنی. اکه محمد اقبال والله قسم در همین جا خطا باشه همین جا میتونم گپت میزنم. باید بگوی با خدا قسم این منبر همین منبر آزاده. ما چی جنایت ایده اینجا؟ درست اخی نمیدونن چی حمایت کنه رحمانوف دیگه به حمایت قطعی نمیتونه سفید نمیشود. نیست او فقط استعفا باید خالی بکنه. زنگی با شستن با صابون قطعی دیگه سفید نمیشود، او زنگی باقی میمونه. رحمانوف دیگه تازه نمیشود به این جنایت انجام دادگیش. در گردنش خونی 500,000 تاجیکه، کدام میگه 300,000 والله دروغ میگه. در گردن رحمانوف خونی 500,000 بالا کم نه، یعنی حدود نه از 500,000 بالا تاجیک کشتگی همه با پریکاز همو میشوه، همو با پریکاز همه را ترمه کده کشته همه را همو گناگوره. هر یک سفرش ده، هر یک کارخونه شدنش ده قریب 500,000 تا به پدر به مادر بود. والله قسم من برنامه تشکیل کردم. انا منایی که یتیم برن کو یتیمایی که میبره رحمانو
کرتچهشان میپشونه. قفلانبای دولتی سوخت از خانواده انا همه آدما پول جمع میکنه 250 260 300 سومونی اول میروان جمع میکنن میگیرن میروان کرتچهشان میخرن میارن در دست رحمانوف میتن که رحمانوف پوشونشون. میگم بزار همه پوشوندن رحمانوف نمیکنه او کار روتاسیون نکه. ای مردم ما کور نیستیم در همینجا همه چیز نوارو هست ما میبینیم تو کی رفیریو کدستی چی تو میخوای که ما توپای باشه گفت شرافدین رحمانوف چومو فکر کرد رحمانوف ما را چومو است و ما مردمی توشتن چومو کرده ما چومو نیستیم ما مرغ نیستیم ما دیده هستیم این چیزا را رحمانوف نمیتونه دیگه ما را فریب کنه.